اطلاع از وجود هر بیماری میتونه دلهره آور باشه و اغلب تمایل داریم بیشتر در موردش آگاهی کسب کنیم و سوالهای گوناگونی تو ذهنمون شکل میگیره. مثل اینکه آیا درمان داره؟ علتش چی بوده؟ چقدر عمر میکنیم؟ من به عنوان یک کارشناس تغذیه میخوام اطلاعات کلی و به درد بخوری در مورد بیماری دیابت بهتون بدم. تو اغلب مواد غذایی قند وجود داره، از برنج و نان و ماکارونی و سیب زمینی و حبوبات گرفته تا شیر و لبنیات و میوه ها. وقتی این مواد غذایی رو مصرف میکنیم، این غذاها وارد لوله گوارش ما شده و مسیر دهان، مری، معده و روده کوچیک رو سپری میکنه. در روده کوچیک ما این مواد غذایی به خوبی خورد و هضم و در نهایت جذب بدن میشن. به این صورت که اول وارد جریان خون میشن و اینجاست که میگیم میزان گلوکوز یا همون قند خون افزایش پیدا کرده. در بدن افراد سالم پس از افزایش قند خون، غده‌ای به نام پانکراس یا همون لوزالمعده ماده‌ای ترشح میکنه به نام هورمون انسولین. انسولین به عنوان یک واسطه به قندها کمک میکنه تا از جریان خون خارج و وارد سلولهای مختلف بدن بشن، جایی که قندها به عنوان سوخت بدن مصرف میشن و انرژی برای فعالیت‌های فرد تأمین میشه. به این ترتیب قند خون پایین میاد و به حد طبیعی میرسه. بیماری دیابت انواع مختلف داره، اما شایع‌ترین اونها دیابت نوع 1 و نوع 2 هستن. وجه مشترک همه انواع بیماری دیابت افزایش قند خون و علائم ظاهری مشابه اونهاست. دیابت نوع 1. این نوع دیابت اغلب در سنین پایین‌تر شایع. در طی این بیماری زمانی که غذاهای حاوی کربوهیدرات یا قند مصرف میشه، پس از جذب از روده کوچیک قندها وارد جریان خون میشن و قند خون افزایش پیدا میکنه. اما به دلیل تخریب سلول‌های ترشح کننده انسولین در این نوع دیابت، دیگه قندها قادر به ورود به داخل سلول‌ها نیستن و در خون تجمع میکنن و قند خون بالا و بالاتر میره و سلول‌ها نمیتونن از این قندها استفاده کنن. درست مثل این میمونه که جلوی دست ما کلی غذا گذاشته باشن، اما ما توانایی خوردن اون غذاها رو نداشته باشیم. در این شرایط فرد دچار علائمی مثل تشنگی زیاد، گرسنگی شدید، دفع مداوم ادرار و خستگی و بیحالی میشه. تنها راه کنترل دیابت نوع 1 تزریق چند نوبت انسولین در روزی که پزشک متخصص غدد میزان و طریقه مصرفش رو تعیین میکنه. اما در کنار اون بیمار حتما باید یک سبک زندگی سالم رو هم در پیش بگیره. و اما دیابت نوع 2 که 90% دیابتی ها به این نوع بیماری مبتلا هستند. در این بیماری بعد از جذب قندها از روده به جریان خون و افزایش قند خون، غده پانکراس بیمار برخلاف بیماران دیابت نوع 1 هنوز قادر به تولید انسولین هست. اما ممکنه یکی از این دو مورد اتفاق بیفته. یا میزان انسولین ترشح شده از پانکراس برای پایین آوردن قند خون کافی نیست و یا اینکه علیرغم کافی بودن مقدار انسولین، این هورمون در عمل قادر نیست کار خودش رو به طور مؤثر و کارآمدی انجام بده و قند خون رو به خوبی به حد طبیعی برسونه که اصطلاحاً گفته میشه حساسیت سلول ها نسبت به انسولین کم شده. بنابراین باز هم قند خون افزایش پیدا میکنه و علائم تشنگی، گرسنگی، تکرار دفع ادرار و خستگی و بیحالی در فرد ظاهر میشه. تفاوتی که در درمان دیابت نوع 2 با نوع 1 وجود داره اینه که دیابت نوع 2 رو میشه با قرص و اصلاح شیوه زندگی خیلی راحت تر کنترل کرد. اگرچه این احتمال هم وجود داره که طی 10 الی 15 سال آینده پانکراس بیماران دیابت نوع 2 به کلی توانایی ترشح انسولین رو از دست بده و بیمار مجبور بشه مثل بیماران دیابت نوع 1 به تزریق روزانه انسولین رو بیاره. حواسمون باشه که اگر دیابت کنترل نشه میتونه به چشمها، قلب و عروق، مغز و اعصاب و کلیه‌ها آسیب بزنه و موجب کوری، قطع عضو، از کار افتادن کلیه‌ها و سکته قلبی و مغزی بشه.
برای جلوگیری از این عوارض تمام افراد مبتلا به دیابت باید علاوه بر مصرف داروها و تزریق انسولین که پزشک متخصص غدد براشون تجویز کرده، رژیم غذایی ویژه افراد دیابتی رو از یک متخصص یا کارشناس تغذیه ماهر دریافت و در کنارش روزانه دقایقی رو صرف انجام حرکات ورزشی کنند.